میدونی چرا خیلیا هیچ وقت بازیگر نمیشن؟ نه به خاطر اینکه استعداد ندارن، نه چون بد شانس بودن، فقط چون یه عالم دروغ و باور غلط درباره بازیگری تو ذهنشون است. میلاد آلعملی هستم، کارگردان سینما. امروز میخوام 10 تا از این دروغایی که به اشتباه به همتون میگن و با هم دیگه بررسی کنم. اگه میخوای بازیگر بشی باید همین الان همه‌شونو بریزی دور. بریم برنامه رو ببینیم. بشین اینجا 4 کلمه حرف یاد بگیر. اولین دروغی که بهت میگن برای بازیگر شدن باید خوشگل باشی. این یه دروغ بزرگه. برای بازیگر شدن حتما زیبایی و خوشگلی ملاک نیست. اتفاقا سینما دنبال نقشای متفاوت و جذاب و جدید میگرده. خیلی از ستاره‌ها ظاهر معمولی داشتن اما بازی فوق‌العاده، مثل نوید محمدزاده، هوتن شکیبا، بهناز جعفری. چند تا هم شما بگید تو کامنت ها. مگه تو بابام نیستی؟ بی جا کردی، اگه نبودی جا گذاشتی رو پیشونه. میریم سراغ دروغ دوم. بازیگری استعداد خدادادیه، یاد گرفتنی نیست. درسته استعداد خیلی کمکت میکنه اما آموزش و تمرین همه چیزو میسازه. همونطوری که فوتبالیست با استعداد تمرین میکنه، یه بازیگر با استعدادم باید تمرین کنه. دروغ سومی که خیلیاتون شنیدید. بازیگر شدن کاملا شانسیه. شانس شاید کمکت کنه اما آماده بودن خیلی مهمتره. وقتی وقتش برسه فقط اونی میدرخشه که آماده است. نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد. دروغ چهارم که تو هم باش درگیری. فقط نقش اصلی ارزش داره. خیر، خیلی از بازیگرا با نقشای فرعی درخشیدن و معروف شدن. بازی خوب حتی تو 2 دقیقه میتونه مسیرت رو عوض کنه. یه نمونهش هم که پارسال تو جشنواره فجر دیدیم، خانم لیندا کیانی که سیمرغ برد با 2 تا سکانس. من هر نقشی رو که بازی میکنم سعی میکنم که هر آنچه که بلدم انجام بدم. دیگه فکر میکنم دید داورای یه ذره متفاوت‌تر بوده که این نقش به چششون اومده. پنجمین دروغ، بدون پول هیچ راهی برای ورود به سینما و بازیگری نداری. دروغ کاملا محضیه. خیلی راههایی کم هزینه و رایگانی هست واسه ورود به سینما، مثل تستای بازیگری تو تئاترات، تو فیلم‌های کوتاه، فیلم‌های دانشجویی، تئاترای دانشجویی. من بهت میگم رایگانم میتونی بازی کنی، من بهت قول میدم. بریم واسه دروغ ششم. ششمین دروغی که همه بهت میگن، بازیگری یعنی فقط دیالوگ گفتن. خیر، بازیگری فقط دیالوگ نیست. بازیگری یعنی سکوت، نگاه، واکنش، ریاکشن، نه فقط حرف زدن. بهترین لحظات فیلم ها بی کلام ترین. هفتمین دروغ، بازیگری فقط برای جووناست. هر نقشی سن و سال خودشو میخواد. سینما برای همه سنها جا داره. خیلی‌ها تو 40-50 سالگی تازه ستاره شدن، مثل همون خسرو شکیبایی بزرگ، روحش شاد، یادش گرفت. میآیم و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه به آنها که دوست می دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر عشق ایستاده سلامی دوباره. دروغ هشتم، باید حتما پارتی داشته باشی. نه عزیزم، درسته پارتی خیلی راحت جلو میندازه ولی با تلاش و پشتکار میشه مسیر رو ساخت. تو ویدیوی قبلی در رابطه با اینکه بدون پارتی چجوری میشه وارد سینما شد صحبت کردم، حتما ببینید این ویدیو. نهمین دروغ و باور غلط، با یک بار شکست خوردن همه چی تمومه. شکست بخشی از مسیر هر بازیگره، مهم اینه ادامه بدی. خیلی‌ها بارها رد شدن تا بالاخره موفق شدن، پس تو هم میتونی. راحت ادامه بده، استمرار، تلاش، پشتکار، فقط و فقط. شکست جزئی از مسیر پیروزیه. دهمین دروغ، یه دروغ خیلی بزرگ، بازیگر شدن یعنی زندگی رویایی یا پولدار شدن. درسته تعداد محدودی از بازیگر واقعا زندگی مرفهی دارن ولی تک و توکن خیلی ستارن یا یه شغل دیگه ای دارن.
واقعیت اینه خیلی از بازیگرا سالها سختی کشیدن تازه به همون جایی که من میگم رسید. موفقیت تو سینما یعنی عشق به هنر، نه فقط شهرت و پول در آوردن. وقتی عشقشو داشته باشی بری دنبالش، مطمئن باش پول هم میاد. خب پس حالا دیدی بیشتر اون چیزی که درباره بازیگری شنیدی اشتباه و دروغ بوده. اگه واقعا میخوای وارد دنیای سینما و بازیگری بشی باید این باورهای اشتباه و دور بریزی. یادت باشه بازیگری مسیری پر از تلاش، تمرین، صبر، ولی برای کسی که عاشقشه هیچ چیز غیر ممکن نیست. دوستان خوبم به انتهای ویدیو رسیدیم. سابسکرایب، لایک یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزنید که متوجه ویدیوهای بعدیم بشین. تا ویدیوهای دیگه بدرود.